بچه خوشگل این ال کلاسیکو با 4 تا قبلی فرق داره. ای هاراسی اسمش آوردی، باختن هر 4 تاش درد داره. آخه هدفمون با فرق داره، شما ال کلاسیکو ما یو سی ال. ها همون بازیتون با آرسنال، رایس تو کاشته زد تو خیگت. می قراره هر سال ما بگیریم، به نظرت جو یکم لوس نمیشه؟ فعلا که وضعتون کاکتوسه، هر چقدر آبش بدی موز نمیده. با سن 6 تا سی ال به چش دیدم تا آخر عمر نبینم بسمه. عروسک تا حالا سگانه هم دیدی؟ نمیخوام بس بکنم خصمه. سگانه و شیشگانه که خاص شده با یه سلتیک سیتی انت مالیده، ولی این قضیه 15 سی ال فقط برازنده رئال مادریده. شما 200 چمپیونز رو برخونه، جلو بارسا بازم میشین ولو. انگار نمیدونی داری کجا میای، فرد جهنمتونه برنابئو. آره بابا یه جدیدتونم میاد، یامال برگشته توی ترکیبه. یه بار دیگه اینجوری لفظ بیای قطعا بین من و تو جر میشه. به نظرم بازیو خیلی مشخصه، احتمالاً نتیجه میشه 2-2. شما فعلا پا بزن تا برسی به کفش کروس کشیموی لوکا مودریچ. مادرید بهم داده نظم اسپورت، میپوشم پای تیوی میشینم، تشم با شعار حال مادرید، گریه هانسی فیلیکو میبینم. باده ببینم